تابستان 2009 با مبلغی حدود 80 میلیون پوند از منچستر به رئال پیوست و رکورد گرانترین خرید تاریخ فوتبال آن زمان را شکست. اولین بازی رسمیش برای رئال در تاریخ 29 اردیبهشت 2009 مقابل دیپورتیو لاکورونیا در ورزشگاه سانتیاگو برنابئو برگزار شد. در همان بازی رونالدو در دقیقه 34 از نقطه پنالتی اولین گلش را برای رئال به ثمر رساند و تیم با نتیجه 2-3 پیروز شد. این گل شروعی برای یکی از درخشان‌ترین دوران فوتبالی که با شکستن رکوردها و تبدیل شدن به بهترین گلزن تاریخ باشگاه همراه شد. لحظاتی از این دوران را به شما اشتراک می‌گذارم. امیدوارم که لذت ببرید و منو سابسکرایب کنید.